سلام و خوش آمدید. امروز با هم یاد میگیریم چطور خودمان را به زبان آلمانی معرفی کنیم. این درس برای مبتدی هاست. پس نگران نباشید. قدم به قدم پیش می روید. Heute lernen wir sich auf Deutsch vorstellen. Ich heiße Ali. اسم من علی است. این ساده ترین راه برای گفتن اسم است. کافی است اسم خودتان را جای علی بگذارید. Ich komme aus dem Iran. من اهل ایران هستم. هر کشوری که باشید فقط اسم کشور را جای ایران بگذارید. مثلا Ich komme aus Afghanistan. Ich wohne in Deutschland. من در آلمان زندگی میکنم. این جمله برای شهر هم کار میکنه. مثلا Ich wohne in Ludwigshafen. Ich spreche ein bisschen Deutsch. من کمی آلمانی صحبت میکنم. وقتی هنوز کامل با آلمانی مسلط نیستید این جمله را به کار ببرید تا دیگران آرامتر و ساده تر با شما حرف بزنند. Ich arbeite als Ingenieur. من به عنوان مهندس کار میکنم. مثلا Ich arbeite als Lehrer یا Ich arbeite als Arzt. شغل خودتان را جای این کلمه بگذارید. Ich bin 30 Jahre alt. من 30 سال دارم. فقط عدد سن خودتون رو بگید. مثلا Ich bin 25 Jahre alt. Ich habe eine Schwester. من یک خواهر دارم. به جای Schwester میتونید بگید einen Bruder یعنی برادر یا eine Tochter یعنی دختر. عالی. حالا همه جمله ها رو با هم تکرار میکنیم. بعد از من بلند تکرار کنیم. Ich heiße Ali. Ich komme aus dem Iran. Ich wohne in Deutschland. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich arbeite als Ingenieur. Ich bin 30 Jahre alt. Ich habe eine Schwester. یک نکته مهم. برای یادگیری زبان هر روز 10 دقیقه تمرین کنید. تکرار روزانه خیلی بهتر از چند ساعت تمرین در هفته است. Wichtig. Übt jeden Tag 10 Minuten. Dann klappt es. امیدوارم این درس براتون مفید بوده باشه. در درس بعدی اعداد رو یاد میگیریم. تا اون موقع این جمله ها رو تمرین کنید. خداحافظ. Bis zur nächsten Lektion. Tschüss.